یک چیز جالب برای شما تعیین کردیم. فعلا ما میخواییم که یک روش دیگر را برای شما نشان بدیم. میخواستیم که یک 20 افغانی را در پشت نان زواله هوارکگی میمانیم در بر تندوری که دو طرف روشن از آتش است بانیم تا بسوزد. آیا میسله نمیسله نمیفهمیم طرفشه. ما فعلا به دقت ببینین 20 افغانی را ما پشت یمی سر یمی خمیر ماندیم و دو طرف تندوری که آتش است نمیزنیم. حالی ما دیدیم که در بر تندور زده شده و دو طرف هم از داخل آتش است، هم از چهار طرفی که شبکه معلومه میشه از اونجا هم آتش روشن است. ما حالی منتظر میباشیم برای چند ثانیه و دقیقه بفهمیم که آیا 20 سالم میبره یا میشه. به دقت ببینید همین نانایی که ما پخته کردیم از داخل همین تندور نان برآمده. که شما اطمینان پیدا کنید آیا آتش است یا خمیر نان جور شده برآمده نه برآمده. و می خاطر است که ما هیجان هستیم بیخی چه وقت نان پخته شوه و 20 یا سالم میبره یا خراب. منتظر می باشیم تا اینکه بار دیده میریم که آیا نان بخیر نان امکان داره در 50%ش کارش پیش رفته تمامده پخته شوه. حالا ما میخواییم که کار خود از نمایان کنم. خمیر زغالت جواب کرده میشه اینجا امکان داره نان ما به 80% هم رسیده میشه. پخته شده فکر کنم ما گرفتیم که میخوانیم که امون خلصی که مستفانی است اون گرم رو ننداختیم. ایندمه خراب کلی مسافه حالا ما بستیره به رقم نکه پاکیزه کردم و نانه پخته کنم. حالا ببینید که داتش 20 سالم برآمد. اما قدرش برای ما کافیه. سلامت باشین. خدا نگهدار.